لسر داخوازا شانده سویدی نتوانیه گرتی ده صبح جوینک تایبت یا انجمن اولهی نافدولتی جبو روشا دربدرین باشور سوریه وره لدارخستن. لگوری اجانسا سپوتنیک یا روسی گوشانده سویدی راگاند گوان داخواز جنتوانیه گرتی کریه گوزانیارین گشتیل سر روشا مروویل ویده وره بدنوان. هروها اشکره کر گو او دخوازن بزانن اگر دکارن آلیکاری پیشکش بکن یا نا. به تایبت گونه‌ها بهتر 207,000 دربدری هنه. شانده سویدی بالکشان سرویه که جی گوشار گونه‌ها لسوریه رو دده سویلان آرمانج دکه. هروها ولاتین سویل و ناوندین تندرستی لگلک دوران تین آرمانج کرن. جو آلیه خواه وزارت درویه امریکا فکر خود درباره روشا باشور سوریه راگهاند. بردفکا بناو وزارت درویه امریکا هیدر ناورت دیار کر گو او روشش نیزیگ و چوپینن و گوت ایریشن آسمانیین بردوام بونه سدم گو هندک آلیکارین مرووی ورن راوستاندن لی او دیسان هولان بکن لی روش نهان آرامه. جالی خواهجی انجمن اسلامی سوری دا خواز جو اردن و ترکیه کر گوله و تفگره که بکنش بو راوستاندن کمکوژین گو در حق خلک حوران لباشور سوریه رو ددن. انجمن اسلامی ده بیاننامه که در آگاند گو کمکوژین گول دیجی خلک حوران تین بکار آنین جه شرمزاریه یه و اشکره کر گو جواکا ناف دولتی بر پرسیاره ده بر وان کمکوژین بردوام ده سوریه ده. هر وها دا خوازی جو اردن و شاهه وکر گو آلیکاریه بدن دربدرین لسر سینور اردنه. هر وها بانگ لترکیه کر گو جمله سیاسی و آلیکاریه خلکن سویل لباشور سوریه بکن. هر جبو درعای ولات اردنه دلبو تفگرات سیاسی ده و هفدیتنان پکتینش بو چاره سر کرنا روشان نهاد ده در بازده به. افدو هفتینه رژیم سوریه و میلیسین ایرانی و بپشتوانی بالافرین روسی دست به اپراسیون که بجایی جبو کنترل کرنا دورین دبن کنترل اپوزیسیون سوریه دنه. گوتانها ده انجام شر و پفجونان ده بهتر 300 سویلی هاتنه کشتن و بصدان بریندار بونه.